این هفته خبر تو خبر داره براتون. از عظمای ورشکسته‌ای که به جای صحبت از تله اتمی و اوضاع انفجاری جامعه یاد صنعت خودروسازی افتاده و از این روزه ها میخونه. این همه حمایت تو طول این سالها از صنعت خودرو در کشور شده. خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضیان، درستم میگن، حق و مردم. امام جمعه هاش هم سرنخ رو از عظما گرفتن و کرباس خودروسازی رو اینطوری شکافتن. تو خودروسازیمون مشکل داریم، تو مسائل دیگرمون مشکل داریم، همه را هم نمیشود به گردن دیگران انداخت. به خاطر مشکلاتی که تو مسیر تولید مردم ایجاد میکنیم، سال مانع زدایی به شکل دیگری مانع ایجاد میکنیم تا تولید محقق نشود. کار دشمن خوشحال کن انجام میدهیم. کار به جایی رسید که این مداح کاسلیس ولایت هم خودروسازی رو به صورت زورچپون وارد نوحش کرد. حق مردم نه زمین بازی و دست اندازی است، حق مردم نه چنین صنعت خودروسازی. بله دیگه، خودروسازی که به دم خامنه‌ای و سپاهش وصل باشه همین میشه. Oggi è una solitare. مشنگستان این هفته رو با قمپوز درمانی عظما شروع میکنیم که میخواست بازار کساد ساندیسخورها در روز 22 بهمن رو اینطوری مالکشی کنه و به بسیجی‌ها دلداری بده. امسال جمعیت از سال گذشته بیشتر بود، بعضی‌ها 2 برابر سال گذشته بود، بعضی‌ها 50% بیشتر بود، بعضی 40% بیشتر بود، همه جا اینجوری بود. این حرکت مردم، خب این هوشمندی عجیبی است، اینا واقعا تحسین برانگیزه و این حرکت بسیار پر معناست. خب اینا بله، جمعیت خیلی بیشتر بود. 2 برابر چیه؟ 10 برابر سالهای گذشته بود. اصلا ترکوندن. اینم تصویرش. برف و بوران، سرما و گرما، پیاده یا سوار فرقی نمی کند. مردم غیور استان اردبیل همچون همیشه در زیر دمای 15 درجه زیر صفر و این نعمت الهی با حضور گرمشان حماسه‌ای دیگر آفریدن. درود بر شما. وقتی دیدن ساندیسخورها رو نمیتونن جمع کنن، راهپیمایی رو به موتورپیمایی تبدیل کردن که اون هم به چنین فضاحتی تبدیل شد. الان تصویربردار ما داره به شما نشون میده تصویر موتورسوارانی که آمادن. موتورها حامل پرچم سرنگ جمهوری اسلامی ایران هست و این عزیزان آمادن تا به خیل مشتاقانی بپیوندن که از دیگر مسیرها و معابر به سمت میدان آزادی در حال حرکت هستن. و تیوی ریشم اومد این رسوایی رو بازتاب بده، نتیجهش چنین سوتی بازاری شد. مرگ بر اسرائیل، مرگ بر ضد ولایت فقیه. در رگ ماست، خامنه‌ای رهبر ماست. اینجا بود که عظما دست به دامن بسیجی‌های مشنگ شد تا با مسخره بازی براش بازارگرمی کنن. امروز به خاطر پیروزی انقلاب اومدیم دیگه. من 43 ساله دارم میام. 51 سالمه، 8 سالگی اومدم. اول مادر پدر دیشب تا صبح راستش بخوای خوابم نبود. چرا؟ لحظه شماری میکردم امروز بتونم بیام. آره دیگه، تا صبح خوابم نبود به خدا. خواهش میکنم. خلاصه این که ته خط راهپیمایی این دوتا از راهپیمایی بسیجی‌های ساندیسخور تماشایی تر شد.
رئیس جمهور دورگرد کم بود، مداح دورگرد هم به دارایی‌های عظما اضافه شد. اگر ارادت داری نسبت به رهبر انقلاب باید ابرازش کنی، تو دلت نگه ندار. بسم الله. کار فرهنگی باید اقتصادی باشه. من مداح دورگرد امام خامنه ایم. بسم الله. کسادی نمایش 22 بهمن آخوندا به اونجا رسید که مجبور شدن بسیجی از چین وارد کنن. الله اکبر. مرگ و امریکا، درود بر ایران. مرگ و اسرائیل، درود بر ایران. الله اکبر. الله اکبر. مشاهده میکنید بسیجی چینی متعلق به ایران. فلای رقبه به گوشم. بسیجی چینی. مرگ و امریکا. این از اونایی که از هول حلیم افتاده توی دیگ. یه عده بسیجی هم دور هم جمع شده بودن تا فضاحت نمایش 22 بهمن رو ماله کشی کنن، اما یه سوتی دیگه به کلکسیون سوتی‌های عظما اضافه شد. آمریکا پیام هر بسیجی حمله به ساندویچی. پیام هر بسیجی حمله به ساندویچی. پیام هر بسیجی. ته خط وقتی از راهپیمایی توی خیابون به جایی نرسیدن رفتن سراغ راهپیمایی مجازی که البته از اونم آبی برای عظما گرم نشد. ما امسال به همه پیشنهاد میکنیم که توی راهپیمایی مجازی شرکت کنیم. هر کس تو هر سنی با هر امکاناتی که داره مثل گوشی، رایانه، تبلت و یا هر چیز دیگه‌ای میتونه تو راهپیمایی مجازی شرکت کنه. با این واقعا چه جالب، مگه راهپیمایی مجازی هم داریم؟ یعنی روی موبایل راه بریم؟ تو چه سایتی باید بریم؟ خلاصه این که این دمق آخری اسب مراد با عظما همراه نیست و مدام از خجالتش در میاد. اصلا بیرون همزمان با تبلیغات آخوندا در رابطه با نمایش 22 بهمن و دستاوردهای نظامشون، مردم هم این تصاویر معنادار رو در فضای مجازی منتشر کردن. در پایان توجه شما رو به نحوه مواجهه با یک دزد زبر و زرنگ جلب می‌کنیم که باید تا آخر اون رو ببینید.